پیشنهاد تعلیم با ادبیات تشکل فضای علمی، تربیت فرهنگی و اطلاعاتی جوانان و در این زمینه بهداشت ذخیره کتابخانه با نظرداشت خصوصیت سوای تخصصی یکی از سمت‌های مهمی فعالیت دانشگاه محسوب می‌گردد. جهت قناعت بخشیدن کتابخانه علمی و الکترونی دانشگاه تدبیرهای مشخص روی کار آمده سال تا سال ذخیره کتاب و ادبیات در کتابخانه افزایش می‌یابد. به کتابخانه علمی دانشگاه متصل وارد گردیدن ادبیات تعلیمی تخصصی، بدیهی و ادبیات علمی و عمومی ساحه‌های مختلف از تشبس‌های قابل قید در این سمت محسوب گردیده. این روند توسط سرچشمه‌های گوناگون و راه و اصول‌های مختلف تبادل کتاب گسترش می‌یابد. از جمله ذخیره کتاب دانشگاه پیوسته توسط دسترسی تالیفات عالمان و استادان دانشگاه، مؤلفان بیرونی، خریداری کتاب و امثال اینها قناعت یافته. در برابر این جهت تحکیم اقتدار ذخیروی کتابخانه الکترونی نیز پیوسته توجه ظاهر می‌گردد. در حقیقت کتاب گنجی معانی بوده، نقش آن در روزگار ارزنده است. خوشبختانه در کتابخانه علمی دانشگاه ما ادبیات تعلیمی تخصصی، ادبیات بدیعی و دیگر ساحه‌های علم بیشتر وارد شده ایستاده است. به کتابخانه علمی دانشگاه ما از سرچشمه‌های گوناگون کتاب‌ها وارد شده ایستاده‌اند. باز کتابخانه الکترونی پوره شده ایستاده‌اند. مثلا از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بیش از 500 عدد کتاب‌های الکترونی وارد شد. از کتابخانه ملی تاجیکستان ادبیات تعلیمی تخصصی گوناگون ساحه به شماره نزدیک از 1000 عدد وارد شدند که حالا آنها در کارکرد تکنیکی موجود می باشند. مقصد اساسی کتابخانه علمی ما قانع و تأمین نمودن خوانندگان، طلبات استفاده برندگان می باشد. اقدام‌های مذکور بهر تأمینات روند تعلیم با ادبیات علمی و ساحوی و استفاده ثمرناک عالمان و استادان از خزینه بای کتاب باز هم بیشتر مساعدت خواهد نمود.